جون نگاه نکن به اون قیافم. امشب عشق تو میخوام، هزار زار تو میخوام، دل اخم بیاد میخوام بچلونمش، میخوام دلو ببرم بیت ولایت. دیدی ضرر کردی؟ دیدی حالتو گرفتم؟ دیدی ذهنتو غمسور کردم؟ حالا بله روایت دارم آقا عزیز دلم، اون که بهش میگیم مقام معظم ولایت که خون تو دلش قل میزدا صورتشو نگاه میکردی انگار تو دهن گاو درش آورده بودن. چروک میخوام واسه از سوز دل آقا بگم. آقا موضوع رو میگم آقا ما شبونه وسط تابستون با پیژامه بلند کردن و بردن رو تراس. آخه این چه مصیبتیه؟ از اون طرف میری عراق، عرض عراق هناک اضربوا